السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، امیدوارم همه شما خوب هستید، تنصیحت هستید. خوش آمدید همه کسی به کانال ما. امروز ویدیوی ما سر میشد از پختنی همین پیچنی با مزه، آسان، کم خرج. امروز من تصمیم گرفتم همین پیچنی برای شما آماده کنم. برای ما لازم است دخترها همین چیزهای در خانه استفاده می بردگی ما. مرحمت با ما باشید، ویدیو پخش کنید، پدیلیت کنید، برای یار و دوستان، برای نزدیکان لایک ماندن فراموش نکنید. برای ما لازم است دخترها 2 سفیدی تخم من میخیل زردیش را گرفتم میمانیم. 2 سفیدی تخم من 1 پیاله شکر لط میزنیم. من لط زدم. لط میزنیم. 100 میلی گرم 450 گرم 500 گرم آرد. تا خمیر سخت شدن آرد را می اندازیم. تخمین 450-500 گرم. من از سیته گذرانده 7 گرم رازرخ ریتیل بالای آرد به همراه گرم دخترها. رازرخ ریتیل به بالای کفیر نمی اندازم، من به بالای آرد می اندازم برای آنکه نقص پیدا بیاد. در اینجا من 100 میلی گرم روغن آرد به همراه کرده ریزان کردم. من همین طور 100 میلی گرم روغن الینه دخترها انا همین طور ریزان کردم. در اینجا سفیدی تخم شکل لستگی ها ما به قوت آرد ریزان کردگی ها ما همراه کردیم. من در اینجا 100 میلی گرم کفیر همراه کردم. خمیر نه سختی بد بیاد نه ملایمی بد بیاد. سخت بیاد پیام پیچیانه پست می شود. برای من خمیر نه سختی بد نه ملایمی بد رنگ خمیری نان می کنم. حتما تیار کنید دخترها. برای فرزندان خیلی پیچنی کم خرج و آسان می باشد. من در اینجا خمیری ما دام گرفت. من همین طور کشاده با قالبکا تقسیم میکنیم. همین طور با قالبکا میبریم دخترها. من در اینجا قالبکی من رنگی گل است. من همین خیل گل مثل گل مانند شکلم. شما میتونید دیگه خیل قالبکا استفاده برید. من همین طور
در اینجا من زردی تخمی گیتم آمدگیمه روش به آورا داده به شکر روش شکر میکنم برای با هم زیباتر آمدنش. دخترها من نمیخواد، من نمی‌طور کردم. من همینطور من آورا دادم. من پیچانی مایم تیار شد. ملایم آمد. حتما تیار کنید، پشیمان نمیشوید. اگر ویدیوهای ما برای شما معقول آمد باشد حتما کانال ما دستگیری کنید، پدیلیت کنید به یار و دوستان. دستگیری شما پیشروی ما است. تا ولاگ های آینده در پناه الله مهربان باشید. خیر دوستان عزیز.